oilای ما خیلی بزرگه. زمانی که ما خودم وارد این سیستم شدم این تبلیغات مرا کردم من حیران شدم اصلا یا اصلا بودم من خیلی oilای بزرگ بوده. خب یعنی ببینیم بزرگی این اویلا را من سال 2015 وقتی که بیکام در مالایزیا شده بود اینجا رفتم در حقیقتا من حس کردم این قدر اویلای بزرگ دستی در اونجا زیاده از 15,000 نفر اشتراک داشته و از 62 تا دولت در اینجا. در حال حاضر در این کمپانی ما خیلی تر 120 دولت کدایشه فعالیت کرده. و همین خاطر اولای ما خیلی بزرگ است. هفته گذشته دیدیم با بزرگتر با بزرگتر است و همین خاطر هر یک شما را تبریک میکنم و شما میدونید از این دیگر اینکه در حقیقتا شما یک نفرهایی هستیم یک شخصی هستیم شخصی که اینکه میدونیم در زندگیتون چی داشته و من میخوایم که برای خود و برای فرزند و برای اولای که چی را به دست بیاریم و همین خاطر هم که در اینجا هستیم. شما البته یک نفرهایی هستیم که نفرهایی انتخاب شده اید اما ببینید که اینجا هر کس دعوت نمیشود و شما یک روزه در روی لیست یک نفرهایی بدهید که اون نفرها چی کردن شما را دعوت کرد و شما دعوت شده و شکرانه خداوند یعنی که این بیزنس هم قبول کردیم و اومدیم اینجا فعالیت داریم. بیزنس بهترین است و دیدیم که این سیستم هم امروز در بزرگ جهانی های ندارد که بیستونی ها و همین خاطر ماشاءالله میدیم همشون خیلی وقتی که صبح هستم از آموزش شروع میکنیم در حقیقتا هم ببینیم در اصل آموزش های این شرکت یک تحقیقی خیلی که هسته که هر دیگه که ما میخواهیم برسیم در اصل این یک تحقیقی برای ما میشود که از تحقیقی مستحکمه که هر دیگه داریم باز کنه که مدنی آموزش استفاده میکنیم شخصا که من اگر در هر دیگه در هر حالت باش آمده ما از این آموزش استفاده میکنیم و از این آموزش یعنی که بیرون نمیدیم نمیدونم یا وقتی میشود که خب اون کارم کمتر از بچه برمیگردم وقتی آموزش در هر حالت یعنی که زمانی که ما وارد سیستم شدم وقتی که ما سوال دادم میشم خیلی وارد شدم و ما وارد میشم حالا که در این شرکت من موفق میشم خم دیدم بعد ما را سه نفر مختلف گارانتی مثل که در این شرکت موفق میشم اگر بخوایم بریم پیش منی گارانتی تلویزیونتر می‌نویسیم که اپای وجودی در همین شرکت موفق میشم لیکن گفتم باز یک چیز دیگر هم هست خواستم لیکن میره که ما یعنی که چیز منی گارانتی می‌نویسیدی همین سه چیزی بهتر در این سیستم باید انجام میشم و من حیران شدم سه چیزی بهتر چیه چی باید من انجام شه گفتم اول یکمش وقت گذاریه دومش آموزش‌های این سیستم است و از روی آموزش‌های این سیستم عمل کردن است و سومی یعنی که هر چیزی که متخصصای این کمند میگن از روی همون یعنی که عمل میکنی و درست کار میکنی یعنی که سه چیزی بهتره که باید من انجام بدیم ما سه چیز من انجام بدیم اگر من موفق میشم گفتم اصلا باید این سه چیز را میتواند که موفق ندارم و از روزی که یعنی که ما وارد این سیستم شدم همین سه چیزی بهتر تا به حال چکو میکنم استفاده میکنم و انجام میکنم برای همین خب یک موضوع را دیدم که استاد اکای میدونی که خیلی موضوع مهم است خیلی دوست میدارم خیلی موضوع بسیار کمی من در حقیقتا وقتی زمانی که من آموزش داشتم اون خدر درک کردی نبود لیکن در وقت کار بعد من ایره درک کردم خب در روز ایره میگفتی که هر کاری هم کنی باید چکار کنی با مشورت لیدرو باید انجام کنی هر کاری که میکنی در این سیستم با مشورت لیدرو انجام کنی یعنی چون اگر ما بودیم
فرض میکنیم که وقتی همین برنامه را گرفتم اولایی یعنی که کودکی خودم خب نه میخواستم یکان چیز را تیار کنم یکان خوراک خواهم یا نمیدونم خمیر کنم خب همون لحظه به خود میرسیم اگر فرض کردیم ما را حاجی بفرمایند که یکان 40 کیلو به اینجا ما خوراک کردیم خب یکان مرکب لیکن میدونیم که 1 کیلو 2 کیلو 3 کیلو به اینجا یعنی آش پختگیم لیکن 40 کیلو را حالا تیار کردگی نیستیم در همونجا در حال برای ما چی در کار میشود؟ نه متخصصی باید آشپز خوب در کاره که ما از اون چکر کنیم من که مشورت بکنیم او آدم میتواند که ما را راهنمایی کنه تا که خوراک ما خوراکی با لذت‌ترین باشه و در همون یعنی که برای مهمانا یعنی که یک خوراکی از همه بهترین هم باشه یعنی که نمیدونم اول چی را یعنی که در اونجا زیر باندن در کار بعد کدام زیر باندن در کار همه تا یعنی که به نوبت میگیم با کلمات خود یعنی ببینیم در این کار هم اصلا یعنی که یک استاد یک راهنمای در کاری که برای ما باید بفهمونه که ما باید چکار را انجام کنیم من نمیدونم در همه کار اصلا ببینیم در هر کار یعنی که یک راهنمای در کاری که یعنی که ما را باید چکار کنه راهنمایی کنه من نمیدونم وقتی که ما میخواهیم راستی بله خیلی مردم میروند زنان نمیدونم خیلی کمتر برود یعنی که راستی بله مگر به خاطر چی میه به خاطر کار کردن اما یعنی ببینیم در امون راستی وقتی که ما یک ابیت میگیریم خب میسازیم وقتی تیار میکنیم خب اگر اون نمیدونم خانوی سوختای ما بسته بگیری اما نفران نباشه آیا برای ما درآمد میشه؟ درآمد نمیشه خب چرا نداره؟ چونکه صفتش خوب نبود یعنی که پیش از اونه که من یک استای خوب شوم و روم یعنی که در راستی کار کنم پیش از همه باید چکار کنم؟ باید یعنی که من یک استاد داشته باشم که در نزد اون شاگرد بشم تا یعنی که خب توانم که یعنی همه نازکی های اون کار چکار کنم؟ آموزم و وقتی که اونجا رفتم خب از استادم یعنی که هر چیز بیشتم البته استاد با من نمیرم من خودم میرم و بر نازکی هایی که یعنی که اون کار من انجام دادم برای اون درآمدی که من میخوام برای چکار میکنم؟ دسترس میکنم خب و در همین سیستم هم ببینیم که یعنی برای ما یک راهنمای در کاری که یعنی ما را باید چکار کنم همه این نازکی های این کار برای ما چکار کنم آموزم خب یک راهنمای یعنی که برای ما باشه در اصل یعنی که در اول وقتی که ما را یعنی که به کار شروع کنم میگن که ما شیخ باس نداریم اما خلاص در حقیقتا هم ما شیخ باس نداریم خب لیکن یک راهنمای داریم یک راهنماهای داریم در اینجا که اگر اون راهنماها میتونن یعنی که ما را چکار کنن موفق کنن در سیستم چونکه همه این نازکی های این کار برای ما چکار میکنن نشان میدن و در اولای کار همین چیزه یعنی که من خودم فهمیده بودم من یکی درست انجام نمیدونم میرفتم یعنی که در بیرون اگر بخوابیدیم اصلا مشورت ها خیلی زیادم اما خلاص برای هر خیلی مشورت ها میشه نمیدونم از پریزنتش کنم میرفتم شوهر کسی مشورت میکنم میگه من خلیمتر دعوت کنم نمیکنم و شوهر میگه نه دعوت نکن چرا خودش پول نداره نان خودا نداره چکو میتونی اون دعوت کنم یعنی که من در حقیقتا میگم هیچ کسی مشورت نکن هر چیزی که ما میگیم همون را برای انجام میده یکی یعنی که من تفکر نمیکردم ما میرفتم چکو میکردم مشورت میکردم در اولای کاریم بود یعنی که این مشورت کردم با شوهرم یعنی مرا چکو میکرد در کار من ضرر میگرد بس اونسته یعنی که من چرا یعنی که من خود دعوت میکنم یا که دیگر نفر جرأت دعوت کردن ندارم چونکه با من نفهمونده که این خود دعوت کرد یکی من میرفتم و خود جوری خودم دعوت کردم اگر خود من
اگر خیلی دعوت کنم با خوبتر میشه چرا خب این اگر خیلی دعوت کنم اوکی ایسان را خیلی چرا دعوت کنم دعوت نمیکنم این دیگه رو ولی پول نداره و خیلی ولی پول کار نکنم بگیرم را دعوت یعنی میرفتم چکو میکنم با خودسوزی خودم دعوت میکنم یعنی که در این کار با خودسوزی خود کار کردن نمیشه چون در اول ما گفتن که هر چیزی که ما میری انجام میدی بس برای خودت میشه یعنی که نتیجه میشه بعد آیسته آیسته اینه که در کردن که در اصل من نمیدونم که یعنی که ما با مشورت شوهرم کار نمیکنم من اون نفر دوست میدونم اون نفر تکیه‌گاه در زندگی من است یک همسری هست که در اصل هم میزونه لیکن در کل من مشورت این نفر نمیکنم یعنی که در این کار باید من مشورت چیکار گوش کنم مشورت دیگر خدمت مشورت بلوتری خدمت و با مشورت این ما میتونم که خیلی با نتیجه خوب رسیم چون که ببینیم بچه در اصل زمانی که ما میخونیم یک پیرهایی که یعنی که اکنون شروع کردگیم راه و پیرهایی که ما میخونیم یعنی که اونجا را گذر کنیم اون بلوتره ما اون لیدر رو علاقه چکو کردگیم اون پیرهایی را گذشتگی هم در هر جایی که کجی کلیدی بود پستی بود بلندی بود اونو تجربه کردن و یک راهی راست و هموار برای ما کردن ما همون شاید اونو در یک مدتی دراز همیده تجربه کردن یکی برای ما همون آسومت کردن خب اپر تو میتونی که در این مدت کوتاه همین چیزا رو چکار کنی خودت بود خب یا نمیدونم بلوتری ها یک نفره هستن که در حقیقتا هم خود یک شخصی هستن که زمانی که ما در کم یک میتونم علاقه بساره ما پرند نمیدونم ما بلوتری که ما در حقیقتا هم شخص خیلی نزدیک یک ایدی اولای که قبول کرده هستن چون که بلوتری ما خیلی یعنی که روی چیزی بسته ما لیکن در زندگی شاید تجربه در من کمتر بساره که در کار تجربه شاید اصلا بیشتر است چون که هر نفره که یعنی که یک هفته یک روز یا دو روز یا سه روز یعنی که از ما بیشتر ورود کار میشه و علاقه اونو چی دارن یک تجربه یعنی که ما اون را همچنان این یک اولیه قبول کرده هستم چون که ببینیم بچه زمانی که ما ورود کنم شدم باید زندگی من هیچ کس یقون پلان کرده این یقون از شخصی که باید زندگی من پلان کرد و هر وقتی مرا میپسید این که باید بلوتری من هر وقت زن میزد سهر بگو شب عبید پرسان میشید از هدفم پرسان میشید هدف من میکرد میگو پاپا تو عبدیش این چیزا داری تو باید به اینجا برسی خب وقتی شروع کردم به هدفهای خودتو رسیدن میگو پاپا تو باید این خوبتر کنیسی بگیری تو باید این که لیسی یعنی که یکی خوبتر هستی خب این چیز دست رسیدنی از تو میتونی یعنی یه نفر دوستی در حقیقتا شاید من شب در کنم خواب بودم یکی اون شب میشی بالای زندگی من چکو میکرد میتونم این کنم اصلا میگفت که میگفت یعنی که این نفر باید زمانی امنی درست چکو کنم برای همین من این موضوع را خیلی دوست میدارم در حقیقتا من گفتم که ما بلوتری یک این دیولای کسان قبول کرده هستم در حقیقتا یه نفری هست که یک وقتی بود که هیچ کس در بر من نبود یک وقتی بود که همه از من بیرون میشتن یک زمانی بود که همه مرا میدید رخشان رو بیدار میکنن یک وقتی بود که هیچ کس مرا باور نمیکرد لیکن این نفر در بر من بود و هر وقت میگفت اپر میشنم اپر در بر اپر میشنم فقط تو برای همین کلمه رو انجام بده یعنی که بسکر در دست الله و توفیق را این نفر تشمیل کرد و یعنی که با کمک همین نفر بس رو به این جرم من چون که همین آموزش سبب شده که
همه هم باشه که برای دیگه که ما پیشرفت کنیم. ما به بزرگ ما یک شخص موفق هست و ما اصلا موفقیت دیگه هستیم چونکه خیلی حالا هدفهای دارم برای خودم، خیلی هدفهای بزرگ دارم، خیلی برای فرزندان هدفهای دارم که باید چطور کنم به اونا برسم. به همین خاطر مشورت بالاترین یکی از سنگ دنیاها، یعنی که یکی از مهمترین سنگ‌های است که باید ما او چطور کنیم درست انجام کنیم. و در همینجا بگویم بچه ها که میگه قانون طلایی اصلی همین سنگ دنیایی هست چیه؟ قانون طلایی اصلی سنگ دنیایی هست بچه ها قانون اصلیش میگه که نیمز به بالا و سلوک به پایان. یعنی هر چیزی نیمتر فقط ما باید چطور کنیم با بالاتری کار کنیم و هر چیزی یعنی که خوبه که میفهمیم باید چطور کنیم یعنی که بسیار مسئولیت قانون طلایی اصلیش اینه. و باز یک چیزی دیگر میگه که تو میگه با به مشورتی بالاتری میگه حتی یک قدم تمامی که بپیش نمون چونکه اما این چیز برای من در قدر بزرگه بعد خواب به حال یعنی که من همین قانونا رو روایت میکنم و از همین چیز پیش میرم. من نمیدونم هر چیزی که در اولای کاری بالاتری میگفت میرفتم همون انجام میدیدم با در همون جا میستم زن میدم یکیشم که بالاتری اما این کار که همجوره آماده رو که دهمون شد چکار کنم دهمون شد میگفت با میرفتم انجام میدیدم با یعنی که بازم میدیدم اما توجیه رسیدم با چکار کنم چونکه در اولای کاری ها خدا نوگاه یعنی که ما چکار کده خطا کده یا مدت یعنی که برای من نفسیت نست یا که نمیدونم با میریم با پدر مادرمون مشوره میکنیم خب من نمیدونم که پدر و مادر یا شوهر یا زن یا فرزند خب اینو به خاطر یعنی که چه کنیم بدیم هست خب نه اینو برعکس میخوان ما را محافظت کنن لیکن با همین محافظت کردنشون به ما چکار میکنن؟ ضرر میکنن خب چون که اگر در اصل بگیریم آنها درباره کار ما یکم چی میدونن؟ نمیدونن خب اگر درباره کار ما فقط در همون راهنمایی ما همون تخصصی ما میدونن یعنی که ما باید چیکار کنیم و به کجا رسته برسیم خب به همین خاطر تا به حال یعنی که من بالاتری ما گوش میکنم و مشورت با اون میکنم خب و هر چیزی که یعنی که برای من در زندگی در حیات شخصی در کارم در بیزنسم خب به دست آوردم و پیشرفت کردم یگانه آموزشی یعنی که هشتنگی‌ها مشورت با بالاتری که سبب شده خب یعنی ببینید هشتنگی‌ها اصلا خب همش مهمه لیکن همشون با برای خودشون هر رازهای دارن که هر رازهای مهم هر پهلوی دارن که ما باید اینو رو چکار کنیم رعایت کنیم من باید دارم که هر نفری که اگر همین آموزش هشتنگی‌ها را جدی قبول میکنن خب و از روی همون آموزش‌های هشتنگی‌ها و هر پهلوی اون درست استفاده میکنن من باید دارم که این مثلا موفق خب و همین خاطر من می‌دانم که همه شما بهترین بالاتری‌ها دارید خب بالاتری‌های دارید که در حقیقت هم خیلی تجربه خود دارن خیلی اینترنشنال ماشین دارن خب وقت باهاشون که در یک افت دعوت کنید ایجا که سید حبیب که با شما سید حبیب بکنم با من شما خیلی روزی شما شدن اما که یک بسیار بگه یکی از بهترین همکاران من تصمیم‌گیری من دوستان که در هر حالت یعنی که ما در دیگر کمک می‌کنیم و خیلی تجربه خوب داره و یک سیستم خوب هم که داره و باهاتون که این نفر در بر شما و اکنون شما می‌توانید که از تجربه این نفر با برای خودتون هم قدر اینکه زیادتر بگیرین و در کاری خودتون استفاده کنید
اینکه در حقیقت هم بالاتری یک دسته هستم که میخوام موفقیت هر یک شما رو ببینید. موفقیت هر یک که شما برای این نفس که اینکه در من خودم و بینم دید موفقیت من برای یک شخص خیلی مهمه، ارزش داره. یک نفر هدف خلاص یعنی که برای خوب کردن زندگی من و برای تغییر دادن زندگی من، زندگی فرزنده من هدف خلاص به همین خاطر یعنی که در بهترین اوفیسه بهترین بالاتری ها دارم، اصلا دیگه من بهترین ها بزرگ دارم. خب اصلا محمد تبلیغ کنم خب مثلا اصلا کنم بخیر بخیر نورتی خیلی خوب یکی در مورد نزدم اصلا احساسید من در مورد باید بس سوال کنم بس سوال میکنم خیلی خوب بهترین نفره را داریم در دست میدیم. شما فقط میتونید که از تجربه نتایج کنید، فقط گوش کنید و هر چیزی که میگم از روی همون عمل خیر. اگر یه سوال داشته باشید بتونید